سلام دوست عزیز، خوش اومدی به یکی دیگه از شب‌های آرام این کانال. همین الان هر جایی که هستی یه لحظه توقف کن، چشمات رو ببند، یه نفس عمیق بکش. آروم هوا رو به داخل ببر و خیلی آهسته بیرون بده. با هر نفس احساس کن که بدنت سبکتر و آرامتر میشه. دست‌هات رو راحت کنار بدنت بذار. هیچ فشاری به خودت نیار. فقط بذار این چند دقیقه هدیه‌ای باشه به آرامش خودت. اینجا جاییه برای قصه های آروم و دلانگیز. اگه دوست داری شب‌های بیشتری رو با ما بگذرونی، خیلی خوشحال میشیم که همراه این کانال باشی. فقط با یک لمس ساده میتونی عضو بشی، بدون هیچ عجله‌ای. هر وقت حس کردی دوست داری. حالا آماده شو برای یک داستان آرامش بخش. داستانی درباره خاطرات، عشق و رویاهایی که مثل نور ستاره در دل ما میمونن. سالها پیش در یک روستای کوچک ایتالیایی پسر بچه‌ای زندگی میکرد به اسم سالواتور. اما همه او را توتو صدا میکردند. او کنجکاو، پرهیجان و پر از شیطنت بود. در دل روستا یک سینمای قدیمی قرار داشت، جایی که پرده سفیدش مثل دری به دنیای دیگر بود. هر شب وقتی فیلم ها آغاز می شدند، مردم از هر گوشه جمع می شدند تا برای ساعتی از زندگی روزمره جدا بشن و به رویا سفر کنند. توتو همیشه با چشمانی پر از شوق به آن سالن تاریک می آمد، اما بیشتر از تماشای فیلم شیفته اتاق پروژکتور بود، جایی که نوری جادویی از دل دستگاه میتابید و دنیاهای تازه‌ای روی پرده خلق میکرد. پروژکتوریست سینما مردی مهربان به نام آلفردو بود. او سالها فیلم‌ها را نمایش داده بود و برای همه در روستا چهره‌ای آشنا بود. توتو با سماجت کودکانه مدام به اتاق پروژکتور سر می‌زد. آلفردو اول سختگیری می‌کرد، اما کم کم دلش نرم شد. یک شب وقتی فیلم تمام شد، توتو با نگاه مشتاقش گفت: می‌خواهم یاد بگیرم. می‌خوام بدونم این نور چطور روی پرده می‌افته. آلفردو لبخندی زد و سکوت کرد. گاهی یک نگاه و یک لبخند خیلی بیشتر از کلمات معنی دارد. کم کم آلفردو شروع کرد چیزهایی به او یاد دادن. صدای چرخیدن حلقه‌های فیلم، بوی خاص سلولوئید و نور لرزانی که از پنجره کوچک عبور می‌کرد. همه اینها برای توتو مثل جادویی واقعی بود. سالها گذشت، توتو بزرگتر شد و دلش هنوز در همان سینمای کوچک جا مانده بود. فیلم‌ها برای او فقط سرگرمی نبودند، بلکه پنجره‌ای بودند به دنیایی وسیع‌تر. در این میان قلب توتو هم برای اولین بار به تپش افتاد. او عاشق دختری شد، عشقی ساده و پاک که پر از رویا و امید بود. اما زندگی همیشه همانطور که می‌خواهیم پیش نمی‌رود. گاهی فاصله‌ها، انتخاب‌ها و گذر زمان مسیر دلها را تغییر می‌دهد. آلفردو که حالا برای توتو مثل پدر دوم بود، همیشه یک جمله را تکرار می‌کرد: به دنبال رویاهات برو، حتی اگه مجبور بشی همه چیز رو پشت سر بذاری. این جمله در دل توتو حک شد، مثل نوری که هیچ وقت خاموش نمی‌شود.
سالها گذشت، توتو بزرگ شد، به شهرهای دور رفت و فیلمساز شد. او قلبش همیشه به یاد آن سالن کوچک، آن نور لرزان و آلفردوی مهربان می‌تپید. وقتی خبر رسید که آلفردو از دنیا رفته، توتو به روستای کودکیش برگشت. سینمای قدیمی دیگر مثل قبل نبود، ساکت، خاموش و پر از خاطره. اما چیزی در انتظار او بود، حلقه ای از فیلم ها، یادگاری از آلفردو. وقتی توتو آن را تماشا کرد، اشک در چشمانش حلقه زد. تمام لحظه هایی که آلفردو برایش نگه داشته بود، صحنه هایی که در زمان سانسور شده بودند، بوسه ها، عشق ها و رویایی که روی پرده جا می گرفت، همه در یک مونتاژ کوتاه جمع شده بودند. توتو فهمید این نه فقط یادگاری که یک پیام بود، پیامی از کسی که همیشه باور داشت او میتواند دنیاهای تازه‌ای خلق کند. و اینگونه داستان به پایان رسید. داستان پسری که با یک نور کوچک راهی به سوی رویاهای بزرگ پیدا کرد و مردی که با مهربانی، آموختن و ایمان پلی ساخت میان دنیای کودکانه و آینده روشن. امیدوارم این قصه برای تو هم مثل یک لالایی شیرین بوده باشه. حالا دیگه میتونی با آرامش در رویاهای خودت غرق بشی. به آرامی نفس بکش، سبک شو و بذار خوابی آرام و پر از نور و آرامش تو رو در بر بگیره.